اصل خنک کننده برای مدار با هیکسین کامپوسینگ زیاد خوب عمل نکردن. حالا زوم میکنیم. سجاد جان شما ترانزیستور عوض کن و خنکش کن. بیا اینم بذار کنار. سوسن بذار کنار. سوسا رو توضیح بده چه بلایی سر اون فته افتاد. ما یه 4905 داشتیم و مشکل اینه که ما از همه فتا بازم داریم به جز 4905. 4905 کلا پایه‌های فلزیش ذوب شد. آخه آره این مشکل از وقتی پیش اومد که ما اومدیم سیستم‌های کامپنسیتور درست کنیم که پایداری بره بالا. هر چی مشکل داریم از چی از این کامپنسیتوراست. اینجوری هوا ببین این سس آب بشه خیلی افتضاح میشه. آره یک کثافت خب بچه‌ها سریع بیان آزمایش. ولی سریع برو چیز رو دوباره نه استاپ کردی؟ من چند فرما خیلی بچه‌ها داشتم میمونم. ما این فرما رو پس می‌ذاریم. این فیلم‌ها هیچ جا اصلا درد نمی‌کنه. ببینید بعدا هیچ نفر نمی‌شه. آخه همه رو سجاد خورد. نه تموم شد. خدا خب باش بریم.